سلام خدمت شما و کسایی که ما را از طریق برنامه تان میبینن. ما سونیا محمدی هستم، یکی از تجارانی که تازه شروع به کار کرده و ما محصولاتی را که ما عرضه میکنیم یا به خدمت وطن به فروش میرسانیم. ما دسترخوان‌های وطنی داریم که دسترخوان‌های بدخشانی باشه که بسیار با کیفیت باشه که دیگه 12 زن کار میکنه که ما امروز ما همکاری میکنه تیار به تهیه میکنن و دیگه ما محصولات‌های دیگه که داریم محصولات ترشیباب است که با کیفیت عرضه میکنیم. دیگه هم 5 زن هستن که با ما همکاری میکنه. ترشی اصل وطنی است که تمام چیزای خوبی باشه و همچنان اصل بدخشان است که بسیار با کیفیت می باشه و دیگه هم کارهای زیادی است که امروز ما کمک میکنن. خب کجا جور میکنید؟ شما گفتید دخانه جور میکنید؟ ترشی بابود ما که است شرکت ما دخانه است، ما دخانه جور میکنیم و دیگه یا که هستن اصل از بدخشان است که جو فرم داریم. ایام که است دیام در بدخشان میشه. چند زن هستن با ما همکاری میکنن، باز دوختش جور میکنن. امروز ما کار است. قیمت های ازی که است متر 1300 است و همچنان اگه زیادتر از این بخریم که کلش که زیادتر شوه که 12 متر است، 12 مترش هم 3000 یا مقامش. شما دمین ماشگاه تولید خود آورده؟ بله. چقدر وقت شد؟ چند روز شد؟ مردم چطور است؟ اول خوش است؟ میه مردم خوش میکنه؟ نه تانوس که ما اینجا ما ماشگاه را برگزار کردیم تانوس فعلا کسی نامده، فروشات قدر نیست، مردم اقتصاد ضعیفتر دارن از خاطر نمیتونن بیان چیزای با قیمتی که میخواین بخرن، اما ما کوشش میکنیم که برشان ارزان و بهتر در نظر گرفتیم. سابق چطور بود؟ سابق خوب بود، دوران جمهوریت که بود فروشات خوب داشتیم، فروشات ما بیشتر مردم بیشتر می آمدن، کاربارم خوب بود دیگه. حالا اگه مردم اقتصاد ضعیف دارن نمیتونن. از دولت میخوایم که تا زمینه بهتر فراهم کنه، کاربار زیاد شوه تا بتونن محصولات ما به درستترین فروش برسه و همچنین میخوایم که محصولات ما به خارج هم صادر شوه، امروز ما همکاری کنه. از کار خود خوش هستم.